азиз бародарои гиромӣ, албатта мо дар шаҳри Вашингтон ҳастем. Як меҳмони интизор ҳастем. меҳмон аз худи Тоҷикистон аст. хуб интизор мешавем, бародар занг задем то биёяй фуроя. хуб меҳмон атои худо мегӯянд. ҳамин дӯстои ҳамеша дӯст доред, ҳамеша бо дӯстон бошед. я бародари мо Каюмарси ато, корманди радиои Озодӣ, дӯсти содиқи мо, дӯсти ҷони аст. мо чанд сол шинадем? 10 соли аз соли 2014 то инҷони мо ҳамдигара надидем. як мақоли мардумӣ аст ки то ба то намерасад, мегӯяд одам ба одам мерасад. то ба бародар расидем. як хушомадӣ пул бародар. нест, лекин сари роҳи калон ба. бале, одам аст. این مسکوچ خیلی مسکوی گیرلا. بچهش کم چند موندی؟ خوب دوستوی عزیز، خیلی برادری ما دوستی ما است. اکنون ما البته چیزی ترکیه و قرار نقد نمیبینیم. با خاطر حلال بودنش اومدیم. بعد در واشنگتن به آشخانه‌های تاجیکی، عموما فارسی کم است. همون خاطر حلال است گفته اومدیم. ما چبینه خود همان تغییردیم. ما برادر که اومدیم تاثیراتوی برادر خیلی زیاد است از واشنگتن. به اون خاطر یک جمله پیش از یک کیلو چوب خوردن اگر درباره عموما آمریکا یا چی بگویم میشه. تشکر زیاد، تشکر بهزاد از خودت، تشکر از عبدالله اشرف، دوستای بهترین من که اینو هر کجا که رفتن حتما دوستاشون با خودشون میبرن، حداقل برای تماشا. و ما هم برای تماشا اومدیم. چند روز در واشنگتن هستیم. البته بار دوم است که من در واشنگتن هستم. 8 سال پیش هم اینجا بودم. مرکز آمریکا هست، یک جای آرام، یک جای پیشرفته، متمدن. این رفیق ما بهزاد گفت که در اینجا آشخانه های تاجیکی نیست. دقیقا همه خیل من نیافتم. چند روز اینجا بودم اما یک آشخانه ازبکی یافتیم که آشخانه شان طعامشون به ما نزدیک است، بسیار نزدیک است، مخصوصا پلاو. اما راست گپ از اون پلاوی که اونجا بود بهره راست گپ با اون حدی که لازمی هست برداشته نشد. برای همین با پیشنهاد برادرها به اینجا اومدیم. حالا ببینیم که چی حاصل میشه. اما گپ فقط درباره شکم نیست. اینجا البته صحبت دوستانه است، بحث‌های دیگر هست، گفتنی‌های دیگر هست. اینجا فقط بهانه است برای نشستن در امان خدا. دیدار دوست همیشه زنده باشد. شما اومده یک بار دیگه. ما هم واشنگتن مهمان هستیم. خیر به هر حال بدونیم که برادر. Hi, welcome. How are you? Good. How are you? Good. This parking is okay, yeah. این دایی کوزه چی بشته باشد؟ این چیکار نمیدونم. این گرنمون نشون ارتای سولنوی خب این برادران بعد من این میمون دیزاین شبینه یا بود این هم میتونیم که لیبوفته درجه کشیم یا نمیکنیم. خب یعنی یکم نمودی 6-7 سالی بسیار هم زرده، زیبا، همه نشون بسیار برسیده بود شبه که اینجا اومده. چی گفتین؟ چی نسیه؟ خب
Do you have hot tea? Hot tea? There's a pain in my brother. او خنک میخریم یه بینید در زمستون برای ما یخ آوردن گلی ما درد میکنم میمیریم مردم توجی اگه چوب میخ یا اون aksi çift dakika. Ha? Yo hu yo ha. Ne? Konya این استانبول آقاش ما برادر عزیز. خوش اومدید. اسکندر کباب. نرمال آدمت خور میرفته بود خیلی زدم 19 اقلی سهر بیود کلیشن گریب دیگر خوب دیگر خوب ساچی کنم دیگر خب هنبا نیکی برادر این گفتی کردم که سالت ترکی گفته آوردن این همین این شکرها بخورم بریم کو از موقع بابای عبدالبابا این همین بوی پمیدورشوی مایده که اینی کرد آوردن شکر و بوی خود ما اینو باشتن بهتر است خیلی بود مزه شده بینیم دم نوی خوراک چخیل است؟ نه خوراکی بالا زد واقعا خب باید اعتراف کرد که ترکو در تباهی ماهرن البته میاردن؟ ماهرن به هر حال اعتراف باید کردن جای چی ندارد اینا برای همین در اکثر کشورهای همین جهان شهرهای بزرگ اینا آشخانه‌های خود رو فعال کردن و مشتری هم زیاد دارن میمون چی فیلم دارم میمون؟ این میمونه که یک چیزی خود داخل ها میمونه غمش نمیتیم؟ فقط در مسئله آشخانه مسئله تعاون‌پذیر ترک‌ها همین چیز داخل بودم که مثلا اسکندر کباب در آمریکا همون اسکندر کباب است در چیخیا همون اسکندر کباب است در بشامی همون اسکندر کباب است این طرز آماده میکنن که شما به یک جای پور هر کجای دنیا رفتید میتونید اسکندر کباب به یک جای پور فرمایش دهید که برای شما همون چیزی بوری آواز دهید شما را میبرن یعنی این خیلی نیست که اسکندر کباب در اینجا دیگر باشد در ترکیه دیگر باشد در جای دیگر همش یکی است اصلاتی اساسی این مکتب صدرالدین عینی گفت یک اصول یک اصول کمانده میکنن فروش در دنیا است